پنجره ملی خدمات دولت هوشمند، درگاهی که مردم به وسیله آن می‌توانند بدون مراجعه حضوری و به صورت هوشمند از خدمات دستگاه‌های دولتی بهره ببرند. باید شبکه ملی اطلاعات رو تلاش کرد که زودتر شکل بگیره. این کمک به سزایی است برای اینکه بتونه در توسعه دولت هوشمند نقش ایفا کنه. مصوبه‌ای که پارسال در جلسه شورای اجرایی فناوری اطلاعات تصویب و قرار شد دستگاه‌های دولتی خدماتشان را از طریق پنجره ملی خدمات دولت هوشمند ارائه کنند. خواهشمون اینه که به سرعت به این تکلیف قانونی عمل بکنن که ما شاهد فراهم کردن این امکان خوب برای همه مردم عزیزمون باشیم. حالا پس از گذشت 1 سال از این قانون، بر اساس آمار وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، از میان 144 دستگاه اجرایی برخی‌ها 100% به این سامانه پیوستند و برخی دیگر هنوز موفق نشدند. 5200 خدمت شناسنامه‌دار داریم به اضافه تمامی مجوزها. بر اساس ارزیابی که همکارای من انجام دادن، از این 5200 خدمت بیش از 3000 خدمت در حقیقت 3200 خدمت کاملا متصل شده. 8 دستگاه عدم اتصال داریم که دستور ریاست محترم جمهور هم در جلسه 26م شورا حدود 3 هفته پیش بود، یک ماه پیش بود، تکلیف کردن که حتما باید وصل بشن. سازمان ملی بهره‌وری ایران نیز تنها 36% خدماتش را به پنجره ملی خدمات دولت هوشمند متصل کرده است. 9 خدمت باید حتما متصل بشه به پنجره واحد که سازمان تونسته از این 9 خدمت 3 خدمت رو به پنجره واحد متصل کنه. در مورد آن 6 خدمت باقی مانده خدمتتون عرض کنم که به دلیل کمبود بودجه در حوزه فناوری اطلاعات و علیرغم پیگیری متعددی که انجام دادیم از طرف سازمان برنامه نتونستیم بودجه این کار رو دریافت کنیم. اما چه چیزی در انتظار دستگاه‌های متخلف است؟ گزارش از طریق کمیته نظارتی ابتدا در اختیار رئیس جمهور محترم قرار میگیره که در خصوص دستگاه اجرایی دستوراتی رو خواهند داد و بعد از اون در اختیار نهادهای نظارتی سازمان بازرسی و کمیسیون اصل 90 هم قرار خواهد گرفت. بر اساس قانون بودجه 1402 همه دستگاه‌های اجرایی باید تا پایان آبان امسال 100% خدماتشان را از طریق پنجره ملی هوشمند دولت ارائه می‌کردند. سجاد وهابی، خبرگزاری صدا و سیما.